میخوایم لیتیوم رو تزریق کنیم به دستگاه ابزورشنمون. ابتدا شلنگ رو که وصل میکنیم به دستگاه باید مطمئن بشیم که قشنگ آببند باشه. بعد میام از داخل مخزن شلنگ رو با یه لوله فلزی میذاریم تا ته 2 میل مونده تا ته مخزن میبندیم شلنگ رو، یعنی سر شلنگ 2 میل با ته مخزن فاصله داشته باشه. بعد میایم ابتدا پمپ وکیومون رو روشن میکنیم. شیرهای دیافراگممون رو باز میکنیم. حدوداً 5 دقیقه 10 دقیقه دستگاه وکیوم که کار کرد، میایم شیر تزریق لیتیوممون رو باز میکنیم.